راز بزرگ زندانی شدن آریانا سعید فاش شد. آریانا سعید به چی دلیل در امریکا زندانی بود؟ اسیب سعید نامزدش چرا از آریانا سعید قهر است و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی فاش شد. آریانا سعید در امریکا مصروف چی کاری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر جالب کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید که مشهور و ملکه دلها است، لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندان و دوستداران صدایش کسب کرد. آریانا سعید عاشقانه به کارهای هنریش می پردازد. وی از سال 2008 بدین طرف در اوج شهرت موسیقی در هنر موسیقی افغانستان است. آریانا سعید برنامه‌های مختلف هنری برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند و از جمله موفق‌ترین هنرمندان افغانی است که وی درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش دارد. آریانا سعید در کشور امریکا نهاد دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخت و این نهاد آریانا سعید به نام دفاع می باشد. آریانا خودش رئیس این نهاد بوده است و همواره با زنان افغان در داخل کشور و خارج از کشور گفتمان دارد. تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی نشر می شود که وی به دلیل نامعلوم در امریکا زندانی شده است و به همین دلیل اسیب سعید در کشور کانادا زندگی می کند. اما تاکنون آریانا سعید درباره جزئیات این ماجرا ابراز نظر نداشته است، ولی من آرزوی موفقیت و کامیابی برای این بانوی دلسوز از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. آریانا سعید به دلیل نامعلوم مدت می شود کاملا از کارهای هنر موسیقیش بدور است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.